ببخشید رفته نود مبارک باشه اما اسکندر خودت کنترل. من بیافتم تو یک وقت به کونه نشوری اصلا میکنی این کارو. این ویدیو فقط برای شوخی و خنده است و قول میدم تا آخر ویدیو قراره کلی بخندید. سلام دوستای گلم، براتون کلی سوتی خفن آوردم. اینجا آقای مجری تصویر یه نون پر از فلافل رو نشون میده و میگه و اینو که من دیدم یاد این جمله افتادم، اینایی که میگن بار اولمه. داداش منظور چی میتونه باشه جز اون چیز بدی که هممون داریم بهش فکر میکنیم؟ اینم خیلی داغونه. طرف داره زبان عربی درس میده، این پسرم وایساده کنارش تا با جو دادن این ذره برنامه رو جذاب کنه. حالا ببین چه سوتی افتضاحی میدن. مورد بعدی رو شاید دیده باشید. راستی قبلش اینو بگم حتما بشمارید ببینید چند تا از این ویدیوها رو تا حالا دیدید و اگر بالای 30 تاشو دیدید شما خدای اینترنتید. اگه بالای 20 تاشو دیدید شما با ویدیوهای روز دنیا آشنایید و اگر کمتر از 10 تا از این موارد رو دیدید حتما چنل منو سابسکرایب کنید چون خیلی از دنیا اینترنت عقبی. مورد بعدی کوسه 500 کیلوییه. این ماهیگیر ادعا میکنه یه کوسه شکار کرده که نیم تن معادل 500 کیلو وزن داشته. کوسه گرفتم 500 کیلو آقا، شهودم دارم آقا. و میگه تازه شاهدم دارم. مجری هم خیلی خوب جوابشو میده. مورد بعدی افتتاح یه پمپ گاز CNG و کلی مهمون دعوت کردن. بعد برای اولین بار میخوان بیان راش بندازن، یهو این ویدیو هم که اصلا نیازی به توضیح نداره. اولین کاری که انجام بریم سراغ یکی از معروف ترینا. حتما این ویدیو رو برای اون رفیقت بفرست و به صرف این کیک دعوتش کن. از وسط ببرن اینو یک لایه خالص بذارن. سوتی بعدیمون کیک این یاروه که به کیک مخمل قرمزی میگه کیک باب اسفنجی. اصلا این دو سه چه ربطی به هم دیگه دارن. بعد از اونم کیکو با جاش به فنا میده. در واقع باب اسفنجی فرق کیک مخمل قرمزی با اینه. خدای من. ولی دلم خیلی براش سوخت. بیچاره خیلی ناراحت شد و داره میگه که انگار قرار اخراجش کنن. خواهش میکنم. آخرین برنامه من خواهد بود. این دوست خوشتیپ کت شلواری اونم شوت میکنه تو دوربین. این ویدیو رو دیگه حتما همتون دیدید. خودمونه یه وقت یه جایی بخوایم اشتباه کنیم بچه توی برنامه علیخانی تنظیم باد میکنه، بعد این علیخانی نامردم جلوی دوربین تمام کارو گزارش میکنه و کار کوچولوش بود. خیلی رضا. یکی از مجریای خیلی پرحاشیه هم خانم نامداری بود. این ویدیو رو فکر کنم همتون دیدید. در دوره‌های مختلف. حالا یه ویدیو دیگه هم هست که اونجا مهمون نداره خودش میزو میندازه. حالا که بحث مجری‌ها شد بدون شک پرحاشیه ترین مجری ایران آقای زیا. اینجا مهمون میگه شراب همیشه مزهش جدیده. یه بار علی زیا اینجا آب میشه میره توی زمین. سری دوم میگه بجز پنیر و شراب یه چیز دیگه هم هست که همیشه مزه جدیدی داره و اونم زنا هستن. که پنیره، یکی هم استقبال و شرابه. سومی اگه پخش نمیشه خانم‌ها هستن. نه آقا پرو آنتنیم تو رو حضرت عباس انا آنتن داریم. نه نگید. اینجا هم با مهمون برنامه مسابقه مچندازی راه میندازه و این هم میشه نتیجهش. برو. حالا اینا همه خوب بودن، بدترینش اینه این دو تا پسر تو اینترنت معروف شدن و علی زیا دوتاشون رو آورد داخل برنامه تا باشون یه مصاحبه گروهی داشته باشه. این پسر اسمانی به رشتیه میگه زن نمیگیری، بعد زیا بهش میگه خب چرا خودت زن نمیگیری؟ میگه نه من بعد 20 سال میخوام زن بگیرم. بقیه ماجرا رو خودتون ببینید. من کسی رو پسندیدی؟ بله. دیشب یه پیام برام نوشته هیچی نمیخوام. تو این برنامه مهمون برنامه زمین فوتبال با سایت‌های خاک برسری اشتباه گرفته. داداش من یعنی چی انداختن لاپای هم؟ اومد انداخت لاپای یارو دیریبش کرد و اینا. چرا برگردوندی عقب؟ گفت برای اینکه بندازم لاپاش یه دونه. اینم خیلی باحاله. طبق گفته ایشون دیگه با خانواده فوتبال هم نمیشه نگاه کرد. نیمه اولم 10 نفره مراجعه کردن. این ویدیو ولی عجیب ترینشونه. من 10 بار این ویدیو رو نگاه کردم و هنوز نفهمیدم چی شد. چند زوج رو بچه دار کردی؟ دیگه تعدادش گذشته. عجیب ترین قسمتش اینجاست که میگه من جنین تو فریزر دارم، اونم نه یکی دوتا. من حدود 500,000 جنین فریز دارم واسه یک کلان شهر. این ویدیو خداست. خیلی من به این ویدیو خندیدم. مجری چند بار سعی میکنه ارتباط تلفنی بگیره با نمیدونم سردار کی، بعد وقتی سردار تلفن رو برمی‌داره این اتفاق میفته. سردار رحیمی
اشتباه گرفتید. از اون باحالتر این پیرمرد است که موجی سعی میکنه بگه وای شما قدیم چه بازی‌های خوبی داشتید، چقدر قدیم خوب بود. بعد پیرمردم حسابی ضایعش میکنه. قدیمای بازی هم انجام میدادید؟ نه. افسنگ و کیلوموسه و نه. طناب کشی و نه. چیکار می‌کردی؟ این عقابه هم خوب ضایعشون کرد. امروز رهاسازی شدن. توی مراسم کلنگ زنی کلنگ اون نصف میشه. این ویدیو خیلی خوبه، عاشقشم. چالش گذاشتن دخترها برای روز پدر زنگ بزنن به پدراشون و براشون جملات عاشقانه بگن. دختر کلی باحث انشا میخونه که ممنون که به جای اینکه خودت غذا بخوری لقمه رو دهن ما میذاری و کلی اینجور چرت و پرت میگه. بعد نمیخواید واکنش بابای چیه؟ من داری دوست دارم تا ابد. بعد آخرش که بابا صدا رو میشنوه ببینید چی میگه. دوست دارم تا ابد. روزت مبارک. باش. همین. اصلا من هیچی نمیگم، خودتون نگاه کنید. کنسرت. داداش برنامه کودک بچه یاد میگیره. فردا میره مامانش میگه مامان من میخوام. ایشون هم طبق پروتکل ما هر مدت هر 10 روز ما میدادیم. فقط برام سوال این پروتکل رو کی نوشته؟ این موجی بیچاره اومد نمک بریزه، انقدر گند زد که تو گوشش گفتن دیگه هیچی نگو. طرف پیام داده گفته توی خواستگاری به دماغ بزرگ گیر ندید. دماغ بزرگ خیلی هم خوبه، دماغ هرچی بزرگتر بهتر. خیلی چیزای دیگه هم هست که بزرگش بهتره. حقوق بزرگش بهتره، کار بزرگش بهتره، مادر شوهر ولش کن. سردار آزمون هم خیلی باحال سوتی میده. انشالله سود گروه کردیم. اگه متوجه شدید چی گفت؟ این اختراع هم خیلی باحاله، مال زمان دزدگیر ماشینه. شدن کمربند راننده و سرنشین جلو خودرو به راحتی روشن میشه. ببینید نشد. ولی بهترین سوتی ها مال زمان کرونا بود. بریم یکی دوتاشون رو ببینیم. ویروس کرونا چه استفاده از ما اهم آموزان ماسکش و دستکش داشت. اینم خیلی جالبه. مهمون برنامه کلی به کنکور حمله میکنه که خیلی کنکور چیز بدیه. بعد به صدا و سیما انتقاد میکنه که چرا برای کنکور تبلیغ پخش میکنید. بعد 2 ثانیه بعد همون برنامه استاپ میشه، تبلیغ کنکور پخش میکنن. وزیر میگه کنکور بعد شبکه 1 کنکور، شبکه 2 رادیو کنکور، دیگه تراگری رو ببینیم. برگردیم. من با دکتر خیلی کار دارم. یکی دو تا سوتی سیاسی هم ببینیم. آقا اینا صرفا نشون دادن سوتیه. من اصلا نظر سیاسی ندارم. شما اگه نظر سیاسی در این زمینه دارید توی کامنت ها در موردش با هم دیگه صحبت کنید و دعوا کنید. پای من یکی رو وسط نکشید. این بچه هم کلا راهپیمایی و اشتباهی اومده. پیامت برای بچهای فلسطین چیه؟ رقم بزنم تو گهن همه. چون سگ الان این سگ در واقع ایرانیه یا اینکه بله این سگ از تولید داخل است. آبه ولی یادش بخیر بهترین سوتی ها همیشه مال برنامه 90 عادل فردوسی پور بود. حسن جعفری رو برداشتم. اول حسن جعفری ها آقا کلی پول داده بنده خدا اولش رو برداشته. برداشت اولش الان حسن جعفری حسن پاس گل خوبم داد. آره یادتونه چقدر میخندیدیم بهش؟ یه پک کامل از سوتیای برنامه عادل فردوسی پور دارم که بین اون ویدیو و سوتی تلویزیون آمریکا و ترکیه موندم کدومشو بذارم. هر کدومو بیشتر توی کامنت ها بگید همونو میسازم و براتون میذارم. لایک و ساب فراموش نشه. خدا نگهدار.